سلام بچه ها، بریم برای آموزش یه شمع جاودانه که با کمترین وسایلی که تو خونه داری میتونی یه شمع جاودانه خیلی خوشگل درست کنی، اونم به سلیقه خودت. من داخلش یه گل رز طبیعی گذاشتم. تو میتونی هر چیزی که تو خونه داری و دوستش داری داخل جامت بندازی. حالا هم با جام میتونی، هم با لیوان میتونی، هم هر چیز دیگه‌ای که تو خونه داری. روی گل طبیعی آب ریختم، یعنی حالا ظرفتون رو پر از آب میکنین. گل رو داخلش شناور کردم و یه مقدار اکلیل یا هر چیز تزیینی که دوست دارین رو روی آب بریزین. بعدش یه مقدار روغن روش میریزیم، روغن مایع، که حالا تلقی که میخوایم بذاریم برای فتیله روی روغن شناور بشه و داخل آب فرو نره. بعد نیاز داریم به یه تلق و یه فتیله شمع که حالا از شمع‌های قبلی که تو خونه داریم میتونی استفاده کنین، یا یه نخی که حالا ضخیم باشه، از همون نخ ضخیم هم میتونین استفاده کنین. هر چیزی که تو خونه دارین با کمترین وسیله میتونی یه شمع خیلی خوشگل و جاودانه درست کنی که تا مدت‌ها روشن میمونه. حالا بریم برای روشن کردنش. من شمعم رو روشن میکنم، شما ببینید چقدر خوشگل میشه. اینم از پایان کار که خیلی خوشگل و کیوت شد. حالا براتون روشن میمونه و نه دود داره نه بو داره که اذیتتون کنه. خیلی هم خوشگله. میتونی با